سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. این اولین ویدیوی یوتیوب منه. راستشو بخوان این چنل رو فقط برای دلداری خودم زدم، نه به فکر درآمدشم، نه به فکر هیچی. اصلا بگیره چنلم نگیره مهم نیست اصلا واسم. فقط دوست داشتم یه جا صدامو ضبط کنم که همه بشنون و بدونن که چی کار باید بکنن تو این موارد. خب من یه پسر 19 سالم، به دلیل شرایط امنیتی اسممو نمیتونم بگم فعلا. خب ما هممون توی ایران زندگی میکنیم و خب توی ایران یه سری مشکلات زیاد هست. یکی از مشکلات اساسی که همه ما داریم، همه ما جوون ها، اینه که با خانواده‌مون نمیتونیم ارتباط کافی رو بگیریم. من خودم بچه طلاقم راستشو بخواین، از کلاس اول دبستان تا همین الان با مادر و خواهر ناتنی که دارم زندگی میکنیم. بعد این که از پدرم هم خبر میاد و میره، میبینمش گاهی اوقات. و این که آره دیگه مشکل اصلی من با مادر و خواهرم. خب توی هر خانواده بالاخره بحث هست، دعوا هست سر چیز مختلف، ولی واسه من اصلا یه لول دیگه است. خب من حالا امروز اومدم یه چند تاشو بگم، یه چند تا خیلی کوچیکشو بگم که فقط یه درد و دل شه، همین. مگه نه هیچ قصدی دارم، نه هیچ چیز دیگه. و دوست دارم چون حالا یه سری کارهای انجام دادم که موفقیت آمیز بوده تو اون لحظه، که آروم بشم، به چیزی فکر نکنم. دوست دارم اگه کسی با این مشکلی داره، همچین مشکلی داره، بهش بگم کمکش کنم. همین. خب اولین مشکل همه خانواده و بچه هاشون وقتی حالا به سن بلوغ نرسیدن، سر درسشون اول از همه. خب از اول دبستان هی میکوبن تو سرش درس بخون، تو درس نمیخونی، تو خیلی درس ضعیفه، تو اصلا بی ارزه‌ای، تو هیچی نمیشی در آینده. همه اینا هستش. فرزندشون به بلوغ میرسه نوبت کنکور. این شرایط، این از زمان خیلی تایم حساس و استرس آوریه، میدونم. خود منم به خاطر این همه تحقیر، سرکوب، بچه درسخونی نشدم، چون هی میزنن تو سرم، میگفتن تو اصلا درسخون نیستی، تو نمیتونی درس بخونی، تو خیلی ضعیفی، تو همه چی. و همه اینا به واقعیت تبدیل میشه بالاخره و طبیعیه که به واقعیت تبدیل شه. موقع کنکور که میشه، خانواده ها سختگیریاشون 2 برابر میشه ماشاءالله. نمیدونن که بچهشون چه سختی داره میکشه تو اون بازه از زمان، که 1000 تا درس داره میخونه، بعد درست به خوبی بیاره که جلوی فامیل، جلوی خانواده اینا آبروش نره. از اون ور خانواده هم میاد میزنه تو سرش که تو به اندازه کافی درس نخوندی، اصلا نخوندی، تو خیلی بی ارزه‌ای. بعد اینو از چش بچه‌های ما میبینن. میدونین مشکلش اینه. من دلم خیلی پره واقعا از خانوادم متنفر نیستم، نه اصلا. خانوادم خیلی جاها کمک کم کردن، خیلی دوستشون دارم، ولی این میزان از سرکوب خیلی به نظر من بده و روی روان ماها تأثیر میذاره. روی روان من یکی که خیلی تأثیر بدی گذاشته. خب یکی هر روز بیاد بهت بگی که تو چرا اومدی تو این رشته داری درس میکنی، چرا نمیری سر کار، چرا این کارو نمیکنی، چرا اون کارو میکنی، بالاخره توی روان آدما تاثیر میذاره. یه نمونه سادهشو بهتون بگم. خب به هر حال بچه طلاق بودن خیلی سخته، میدونم. اونایی که بچه طلاقن رو من درک میکنم کاملا، مخصوصا اینکه با 2 تا خانوم باشی، تو میشی مرد خونه و بعد بری سر کار، خرج خونه دراری، کمک خرج خانواده باشی. ولی به هر حال توی این زمانها یه سری مشکلات پیش میاد، یه سری اتفاقا میفته، تو نمیتونی بری سر کار یا هنوز اصلا توان سر کار رفتن نداری. من خودم
یادم از 2-3 سال پیش میرفتم سر کار، پول در می آوردم، ولی راستشو بخواین تا حالا خود خانواده من از من پول نگرفتن، گفتم پولش رو نگهدار واسه خودت. من خیلی میخواستم کمکشون کنم ولی خب خودشون نخواستن و خرج خونه با اونا بوده تا الان. مشکل من اینه که خانواده من بیش از حد روی همه چی حساسن و خیلی چیزا رو بزرگ جلوه میدن، میدونین چی میگم، و مخصوصا فامیل یعنی واقعا هر چی میکشیم از دست این فامیله. اگه فامیل نبود به نظرم خیلی از این اتفاقات سبکتر میشد. از این ور حالا شما میگین خانواده پدری مادری میان شما رو سرکوب میکنن، میگه اوکی آقا من اینا رو تونستم تحمل کنم، سکوت کنم، هیچی نگم. بعد از اون ور یهو فامیل میاد، فامیل که میاد 4 برابر میشه همه این دردا. فامیل میاد بدتر از اونا، هی بهت انگ میزنه، هی سرکوبت میکنه و میدونم واقعا خیلی حس بدیه. خود من مشکلم با خانواده‌ام بیشتر سر درس و کاره. خب من الان دانشجو رشته فقه حقوق دارم درس میخونم، ترم 1 دیگه ذره دیر رفتم دانشگاه به خاطر نمرات امتحان نهایی دبیرستان که افتادم چند تاشو. همین رو رک میگم، اصلا واسه مهم نیست هر چیزی خواستین زیر کامنت ها بگین، هر هیتی، هر هیچ چیزی، واسه من واقعا هیچ چیزی مهم نیست. من فقط دارم الان حرف دلمو میزنم، امیدوارم درک کافی رو داشته باشین که حرف منو میشنوید. حالا از بحث درس که بگذریم میرسیم بحث کار. خب بالاخره من چند جا کار کردم و خب هی اومدم بیرون. دلایلش مثلا خیلی مختلف بود. اولین کارم توی بازار بود، کار سنگینی بود، کار به شدت سنگینی بود، دور بود، حقوقی که میدادن بسیار کم بود، کفاف نمیداد، به خاطر سنگینی کار از اون اولی اومدم بیرون. دومی توی لوازم جانبی موبایل بود که نسبتاً اوکی بود، فقط باید میشستی یه جا گلس میزدی و لوازم جانبی موبایل قاب اینا میفروختی. ولی خب اونم به خاطر اینکه من شرایط دانشگاهیم نمیذاشت، یعنی ساعت دانشگاه با کار نمیخوند، طبیعی که سابکار بگه خب من نمیخوامت، برو، من همچی کسی رو نمیخوام که نباشه اصلا. سومیش مادر من اومد واسه من یه کار دولتی پیدا کرد توی نظام و خب من اصلا از اولش هم علاقه نداشتم حقیقتا. مادرم گفتش بیا برو توی نیروی انتظامی کار کن، خودتو ببند واسه آینده، راحت میری راحت میشی اینا. آقا من به خاطر اینکه فقط مادرم ناراحت نشه قبول کردم که برم ببینم چجوری، اصلا قبولم نکردم که میرم سر این کار. ما چند روز رفتیم سر نیروی انتظامی واسه استخدام، فرم پر کردیم، رفتیم این مرون و رفتم محیطشو دیدم اصلا با احساسات من واقعا یکی نیست. خب بالاخره هر کی یه احساساتی داره، من پسر به شدت احساساتی هستم، اینو همه جا میگم، هیچ عیبی رو من نیست، من فقط احساساتی هم. خب کار نیروی انتظامی کسی میخواد که احساساتی نباشه و خب قوی باشه. من نیستم، من اصلا با این کارم مخالف بودم. من فقط به خاطر اینکه مامانم ناراحت نکنم گفتم باشه. من رفتم دیدم ولی خوشم نیومد. مادر بنده سر همه اینا منو هی سرکوب میکرد و میکنه هنوز که واسط کار پیدا کردم نرفتی، هیچ به دردی نمیخوری، هی تهدید، هی سرکوب، هی بی احترامی شدید. که باز من میگم خب مادرمه، بالاخره 9 ماه منو توی شکمش بزرگ کرده، من باز سکوت میکنم، هیچی نمیگم. ولی تا کجا سکوت؟ تا کجا من هیچی نگم یا امثال من هیچی نگم؟ تا کی باید سکوت کنیم ما؟ خیلی از نوجوانایی که الان ما داریم به دلیل همین اختلافات خانوادگی دارن خودکشی میکنن و به نظرم این خیلی بده. از اون بر خواهر بنده میاد توی همه کار من فضولی میکنه، میگه که چرا درس نمیخونی، درس رو بخون. خودش نمیخونه، خودش هر کاری دوست داره میکنه. خواهر من بزرگتره و مادر من خیلی بیشتر از
من اونو دوست داره. خب من طبیعیه بالاخره هر کسی حسودیش میشه. من نمیگم منو بیشتر دوست داشته باشه، من میگم که تفاوت ایجاد نشه که بعدم مشکلی به وجود میاد. خواهرم مادرم دست به یکی کردن و همش منو سرکوب میکنن، همش میگن تو نمیتونی. از اون ور فامیلام همینطور دست به سرکوبشون خیلی خوبه متاسفانه محمد. ولی من تا الان طاقت آوردم واقعا و سعی کردم با این نوع سرکوب ها، با این نوع تهدید و بی احترامی ها جلوگیری کنم، مبارزه کنم. ولی خب متاسفانه این چیزی که میگم واقعا راسته. خانواده من چیزی از منطق نمیدونم. منطق خیلی چیز ساده ایه. وقتی بحثی پیش میاد در خانواده، من سعی میکنم که آقا بیام با یه حرف منطقی مشکل رو رفع کنم. ولی وقتی اون حرف منطقی رو که میزنم، بدتر یهو اون جر و بحثا، اون سرکوب ها شدتش میره بالاتر. همین ویدیو الان، همین پاک دستی که دارم ضبط میکنم و چند دقیقه پیش بحثی با مادرم پیش اومد سر این که آقا من الان درگیر امتحانات پایان ترم دانشگاه هستم، 2 روز دیگه تموم میشه 19 و مادرم گفت به من که خب بعد امتحانات برو سر کار. من خب گفتم باشه. من فقط یه دلیل ساده آوردم، چون من الان چند روزه دارم شروع میکنم به پیاده روی و دویدن توی پارک که خیلی کم اضافه وزن دارم که یکم لاغر کنم، بدنم بیاد رو فرم. من بهش گفتم که آقا باشه من میرم سر کار، فقط مثلا میرم سر کار به طرف میگم که آقا من از صبح میام تا این تایم، بعد از ظهر 1.5 ساعت از تایممو میخوام برم ورزش کنم. اینو که به مامانم گفتم همین چند ساعت پیش، یهو شروع کرد که آره دویدنت مهمتر از سر کارت، شهری دانشگاه تو بعد خودت بی. تا الان خودم دادم، فکر نکنید که مثلا اینا دادم. من خب چند جا کار رفتم، بالاخره یه حقوقی دریافت کردم، اونا رو جمع کردم. تا الان شهری دانشگاه و خیلی از مخارج خودم دادم، در حالی که این برخلاف مامانم با خواهرم بود. یعنی مامانم تا ترم 2 اینا قشنگ خرج دانشگاهشو مامانم میداد، خرج خورد و پوشاک و ایناشو مامانم میداد. میگیم خب اون دختر آقا، اون دختر کار پیدا نمیکنه، در حالی که کار پیدا کرده بود. من مردم، من بر رو پای خودم وایستم. ولی این تبعیض نژادی به نظرم اصلا خوب نیست که شما بگین اون دختر من پسرم، اصلا هیچ ربطی نداره. در حق منی که پسرم خیلی داره اجحاف میشه و من از این ناراحتم که چرا یکی صدای منو نمیشنوه، یکی صدای پسرا رو نمیشنوه. واقعا من اومدم صدای پسرا بشم. آقا بعضی دخترها رو هم درک میکنم، شرایط زندگیشون خیلی بدتر از منه، ولی واقعا دختری که پر رو باشه اصلا من خوشم نمیاد ازش، که بیاد بگه آره تو حقته، تو باید کار کنی، تو باید مثل سگ کار کنی. حالا چون من بچه طلاقم، کفالت مامانم گرفتم، خب خدا رو شکر سربازی نمیرم. اونایی که سربازی میرن پسر رو دیگه بدتر، زندگیشون 2 سال میفته عقب و متاسفانه از لحاظ روحی روانی به هم میریزن. من بالا دیگه الان نمیدونم چی بگم. اومدم فقط یه ذره دلداری کنم، آروم شم که شدم. اما خب یه سری راهکارها هست که دوست دارم باهاتون در میون بذارم. اگه خدایی نکرده ایشالله که هیچ وقت توی خانواده‌ای دعوایی بحثی پیش نیاد، ولی اگه افتاد شما سعی کنید که با تمام صبوری و آرامش اصلا آقا جواب ندید. این حاضر جوابی واقعا کار دستتون میده، نه که اتفاقی واسهتون میفته. نه، اتفاقا من خودم یکی از حاضر جوابی ترین آدمای روی جهانم، ولی خب بی‌نتیجه است، واقعا بی‌نتیجه است. یعنی من مثلا چیزی بهم میگن خانواده‌ام، سریع جوابشون رو میدم، ولی میبینم که نه، هی بدتر میشه، کسی اصلا به حرفم گوش نمیده. موقعی که جواب نمیدم شرایط یکم آرومتر میشه واسم. به خاطر همین این کارا یه ذره نیاز به صبر و حوصله داره و واقعا میدونم من خودم روح و روانم انقدر داغونه سر خانواده که نمیدونم چجوری بهتون میگم. یا واقعا فقط اینو فکر کنم افراد خیلی کمی درک میکنن از حرفای منو. من افسردگی گرفتم، واقعا حالت روحی درستی ندارم
همش غمگینم، همش یه گوشه تو اتاق شب و ساعت از 7 شب چراغ اتاقم خاموشه، میشینم یه گوشه، نه با کسی میرم بیرون و نه مسافرتی نه هیچ چیز دیگه ای، چون همه اینو برمیگرده به خانواده. واقعا یعنی خانواده یه جوری دهن منو سرویس کرده که من هیچ کاری نمیتونم بکنم. من فقط خانواده‌ام، میدونید بچه‌ها، خانواده‌ام منو مثل یه ربات میبینن، مثل یه برده میبینن که هرچی اونا بگن من باید گوش کنم، بگم چشم. آقا خب بالاخره هر کسی که به دنیا میاد با یه سری علایق، یه سری هدف‌ها به دنیا میاد، دوست داره این کارشه. من هنوز تو 19 سالگی هدفمو نمیدونم، از بس که اینا هی منو کشوندن به اون سمت، منو کشوندن به این سمت و ما هم باز هیچی نگفتم. من خب چاره نداشتم. مادرم منو همش تهدید میکرد و میکنه هنوز که مثلا اگه این کار رو نکنی باید بری پیش پدرت زندگی کنی. اتفاقا پدر من آدم خیلی خوبی هم هست، خیلی آدم این که همیشه پشت من هست، هوامو داره، من خیلی دوستش دارم، مادرم هم همینطور. ولی خب من چون از اول زندگیم تا الان با مادرم زندگی کردم خیلی وابستم به مادرم. این واقعا مادرم هر چی میگه من باز میگم اشکال نداره، مامانمه بذار بگه. ولی یه وقتی یه چیزایی میگه که من واقعا دلم از ته دل میشکنه، قلبم یعنی واقعا درد میگیره این چیزا رو که میگه برو اگه نمیری این کارو کنی این چیزا رو ازت میگیرم، بعد بری پیش بابات زندگی کنی، من دیگه ریختتو نبینم و اینجور حرفا. خب این حرفا یعنی چی آخه؟ پدر مادر عزیز، اگه این ویدیو رو میبینید فقط یک کم کوچولو به حرفای بچه‌تون گوش کنید، واقعا ضرری نیست جدی. فقط یک خیلی کم صدای اونا رو بشنوید، ببینید چی میخوان، چی میگن. بذارید یکم آقا مگه من چقدر زندم آخه؟ واقعا چقدر زندم که از خیلی چیزا محرومم. من از این که همش تفریح کنم محرومم، این که همش بیکار بگیرم بخوابم محرومم و از خیلی چیزا دیگه محرومم. خب منی که اینجوری بزرگ شدم، از با 19 سال سن الان خودم رو خیلی حسرتش میخورم واقعا. تا الان نتونستم با دختری ارتباط بگیرم به خاطر اینکه خانواده محترم من هی اعتماد به نفس منو آوردن پایین، هی گفتن نمیتونی، نمیشه، زشته، اینجوریه اونجوریه. به خاطر همین من اصلا چیزی هم نیست بگی خب حالا تو با دختر ارتباط برقرار کردی خیلی کار شاخی، نه. در کل دارم میگم من تا حالا تو زندگی با یه دخترم در ارتباط نبودم، رابطه جدی. و خب خیلی دوست دارم یکی باشه کنارم که باهاش درد و دل کنم، حرفامو بشنوه و یکم اون پشتیبان من باشه. میدونید من هیچی از رابطه نمیخوام، من تنها چیزی که میخوام همینه، تنها چیزی که میخوام اینه که با یه دختر مورد علاقم بریم بیرون با هم، بریم با صحبت کنیم، یکم پشتیبان من باشه، یکم تو این سرکوبا بتونه حال منو خوب درک کنه. ولی خب دختر خوبم خیلی هست، ولی خب من نتونستم با اونا ارتباط بگیرم. خلاصه که متاسفانه جامعه ایران اینجوریه و ما تو ایران به دنیا اومدیم و مجبوریم باهاش سر کنیم. من خودم شدیداً از زندگی خسته شدم، به ته کشیدم، ولی خب جرأت خودکشی ندارم، راستیاتش دارم. خیلی وقتا فکرش اومده تو سرم، رفتم توییتر سرچ کردم راههای خودکشی و دیدم نه، من جرأتشو ندارم. خیلی جرأتشو داشتن کردن، ولی خب با خودکشی همه چیز تموم نمیشه. با خودکشی اتفاقات بدتری شروع میشه. ولی خب این زندگی هم به درد نمیخوره دیگه. میدونی چه دردی میخوره الان واقعا؟ من نمیدونم آیندم چه اتفاقی میفته، نمیدونم در آینده قراره چی کاره بشم، چی بشم، زن میگیرم، همینو دغدغه است واقعا. و خانواده هی داره فشار میاره و بابت این واقعا حال روحی خوبی ندارم اصلا و واقعا هیچ کی صدای من نمیشنوه تو خانواده، هیچ کس، حتی پدرم. من حتی شده بعضی وقتا با پدرم درد دل کردم، گفته حق با مادرته، در حالی که حق با من بوده.
آقا یه مثال ساده میزنم ببینید حق با منه یا حق با مادرم. واقعا دوست دارم شما قضاوت کنید. آقا مثل همین امشب من هیچ چیز خاصی نگفتم، گفتم که مادر جان باشه من بعد امتحانم 100% میرم سر کار که بتونم شهری دانشگاه برم، ولی بهش گفتم که آقا اینجوریه، میخوام برم به طرف بگم که من مثلا از 10 صبح میام تا این تایم، از یه تایمی تا 1 ساعت و نیم الی 2 ساعت میخوام ورزش کنم. من حق اینو ندارم که ورزش کنم؟ واقعا حتی ورزش هم من نمیتونم بکنم در این حد. یعنی گفت که نه تو اصلا نمیخواد بری سر کار، بشین تو خونه همش بخواب، نمیدونم خرج دانشگاه تو باید خودت بدی، اگه نری سر کار باید بری پیش بابا تو اینا. حالا اینجا حق با کیه؟ جدی دوست دارم صادقانه ازت بپرسم حق با کیه؟ حق با منه یا حق با مادرمه؟ خب میدونم آره شما میگید که اون خوبه تو میخواد، ولی نه اصلا خوبه من نمیخواد، این خوبه من نیست، من اصلا در اختیار خودم نیستم. میدونی چی میگم؟ من اصلا در اختیار خودم نیستم. من به خاطر خانواده خیلی از رفیقامو از دست دادم، خیلی از گشت و گذارهایی که بهم خوش میگذشت رو از دست دادم، خیلی از کارهایی که میتونستم بکنم و نکردم و از دست دادم. دیگه چی مونده واسه من ازت؟ من فقط یه جسمم که باید به حرف اینو گوش کنه. دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. این تا امروز باشه. حالا من سعی میکنم که بازم حرف دلمو بهتون بزنم. امیدوارم که مفید واقع شده باشم. مرسی که حرفمو گوش کردید و اگه نمی‌کنید هم فدا سرتون، اشکال نداره، این فقط درد و دل بود. امیدوارم که یه روزی همه خانواده ها صدای بچه هاشون رو بشنون و این یکم این که مثلا من بیام جلوی میلیون ها آدم همچی حرفایی بزنم نباشه. واقعا خیلی زشته. خب البته به نظر من زشت نیست، بر اساس فکرهای قدیمی همین خانواده ها زشته اینا رو به کسی بگی، به کسی نگو زندگی شخصی تو، ولی من میگم چون دیگه هیچی واسم نمونده. و مرسی که این پادکست رو شنیدین. بیشتر میذارم. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه.